دلای خدای پنامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله منم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، په دې درس کې موږ او تاسو پر تیر مهال مطلق باندې خبرې کوو. تیر مهال مطلق تعریف: چې یو فعل په تیر مهال کې په بشپړه توګه سرته رسیدلی وي. زمان گذشته مطلق امو گذشته را میگن که یک فعل به طور کامل در گذشته انجام شده باشد یا یک فعل در گذشته شروع و به طور مطلق ختم شده باشد. لکه مانند زه بازار ته ولاړم، من به بازار رفتم. احمد زه ووهلم، احمد مرا زد. سپوی موږ وخوړلو، سگ ما را خورد. که البته در قسمت بعدی هم متوجه تغییرات در قسمت پسوندهای تصریفی باشیم، چون در زمان حال به شخص سوم به مفرد مذکر، مفرد مؤنث و برای جمعشان، یعنی به دای، دا و دوی، ما و شما چی داشتیم؟ یای سرگند داشتیم. اما تنها تفاوتی که در زمان گذشته می اینمی شخص سوم یا غایب است. در شخص اول یا شخص یا در متکلم تغییرات نمیه. در زمان حال هم جمله که بازه شروع میشد با پسوند میم ختم میشد. اگر با جمع شخص اول شروع شود با موک با واو ختم میشه. اگر با ت شروع شود با عقده، یا اگر با تاس شروع شود با یای امریه، که امی قاعده در زمان گذشته هم چی میشه؟ تطبیق میشه. اما زمانی که میخوایم فعل برای شخص سوم یا غایب گردان کنیم، بنابراین تغییرات میه. برای دای یک هی در آخر فعل اضافه میکنیم، یعنی برای مفرد مذکر هی اضافه میشه، برای مفرد مؤنث لام و هی اضافه میشه. اگر جمع مذکر بود، ما در آخر فعل خود چی اضافه میکنیم؟ لام را اضافه میکنیم. و اگر جمع مؤنث بود، باز پسوند ل اضافه میشه، که در زمان حال با تمام غایبین ما و شما چی اضافه میشد؟ یای سرگند اضافه میشد. خب، و همچنین تغییرات ضمایر شخصی را هم شما قبلا در درس سوم چهارم خواندین. شخصی ضمیرون ضمایر شخصی که به دو بخش تقسیم میشه، یعنی حالات اصلی و حالات غیر اصلیش، که این به درد گردان فعل ما و شما میخوره. اما به طور مفصل ایره که به دو بخش با ضمایر البته غختل است، منفصل است و متصل است، که اینا را فکر میکنم در همون جلسه سوم برای شما تدریس کردیم. باز هم وقتی به ضمایر رسیدیم ان شاء الله روی از این مفصل بحث میکنیم. اما آن چیزی که به درد ما و شما برای فعلا گردان فعل میخوره این است که ما حالات اصلی و حالات غیر اصلی یا مغیره را باید بدانیم، که در اینجا شما قبلا دانستین فقط مفردها حالت اصلی و غیر اصلی داره. ز حالت اصلی، اما حالت غیر اصلی چی میشه؟ ما. از مفرد مخاطب ت تا، از مفرد مذکر شخص دای حالت اصلی و حالت غیر اصلیش مغیره. دا حالت اصلی برای مفرد مؤنث و حالت مغیره چی میشه؟ د. موک، تاسی و دوی در همه حالت ها خودشون است یا شکل دوم از خود نداره. در نوٹ په تیر محل گفته که په تیر محل مطلق که د لازمی فعلونو سره اصلی حالت فاعل واقع کیږي، یعنی در زمان گذشته با افعال لازمی را هم شما چی کردین؟ شناختین. چی میشه؟ حالت اصلی من حیث فاعل میاد، یعنی اینی ستون که شما از آخر از ز میبینین و بعد دوی ختم میشه، اینی ستون ما و شما فاعل واقع میشه. این ستون دیگه فاعل واقع شده نمیتونه. فرمولش چگونه هست؟ چطور بتونیم ما جمله بسازیم؟ لازمی فعلونو سره با افعال لازمی فاعلا حالت اصلی، یعنی ز، ت، دای و دا، موک، تاسی و دوی. بعد از چی کار میکنیم؟ قید را اضافه میکنیم، یا قید زمان یا قید مکان اضافه میشه. بعدش واو را میگذاریم و این واو به نام واو مطلقه یاد میکنن. بعد فعل لازمی را قرار میدیم و از فعل لام را حذف میکنیم و پسوندها را هم در اخیرش چی کار میکنیم؟ اضافه میکنیم. ناگفته نمانه که پسوندها مثل زمان حال بر اساس فاعل اضافه میشه. یا در نوٹ هم گفته شده که لازمی فعلون دی فاعل بر بنسټ گردانیږي، یعنی افعال لازمی بر اساس فاعل گردان میشن یا پسوند میگیرن. چطور؟ به طور مثال ما و شما در اینجا فعل تهدیدل را که فرار کردن معنا داره یک فعل لازمی هست، یعنی نیاز به مفعول ندارید گردان کردیم. شما میبینید در مطابق به همین فرمول فاعل جمع قید جمع واو جمع فعل منفی لام جمع پسوندهای تصریفی، هر کدومش با رنگ های مشخص در جمله هم نشانی شده. مثلا فاعل با رنگ سیاه است. تمام فاعل ها شما میبینید ز، موک، ت، تاس، دای، دا، دوی حالات اصلی هستند. بعد از قید روغتون، کور، کابل، هوات، هرات، خنزی، افغانستان، کابل، اینا قید مکان هستند که در اضافه شده. و ل همراه سخه که یک جای شد که در پایین برای شما گفته شده. ل با پیشینه ل وقتی شروع میکنیم و با پسینه سخه ختم میکنیم، معناش چی میشه؟ از. مثلا ل روغتون سخه جمله اول دیدین، از شفاخانه. امرا اگر دال هم پیشینه دال و پسینه لپاره با هم یک جای شود، در وسطش چیز را قرار میتیم، این مفهوم برای را میگن. مثلا اگر برای احمد میگیم ده احمد لپاره. خب اینا کلمه های ربطی است.
و همین مطلقه هم با رنگ سرخ برای کلش بعد قبل از فعل ما آمده مطابق با فرمول. فعل تختیدل بود، منفی لام شده، چی باقی مانده؟ تختید باقی مانده. بعد از چی شده؟ پسفندها اضافه شده. پسفندها بر اساس فاعل. فاعل ما اگر ز بوده میم اضافه شده. ز لروختون څخه و تختیدم. من از شفاخانه فرار کردم. زمانی که موږ بیایم موږ له کور څخه و تختیدو، ما از شفاخانه فرار کردیم. ته له کابل څخه و تختیدی، تو از کابل فرار کردی. دای له هرات ببخشید تاسو له هیواد څخه و تختیدی، شما از کشور فرار کردید. دای له هرات څخه و تختیده، او مرد از هرات فرار کرد. چرا؟ چون شما در پسوند تصریفی خواندین که اگر در این قسمت ببینین اگر با دای شروع شد باید با ما پسوندی چی ختم کنیم؟ هی، که در اونجا هم همی کار شدن. دا له خونزی څخه و تختیدله، این دختر از مکتب فرار کرد. و در اینجا شما میبینین که اگر با دا شروع شد باید پسوند لره برش داده شود. دوی اگر جمع مذکر باشه، جمع احمد و محمود اینا باشه، دوی له افغانستان څخه و تختیدل و جمع مذکر لام اضافه میشه. و اگر دوی ما جمع مؤنث باشه، دوی له کابل څخه و تختیدل، آنها او دخترها از کابل چی کردن؟ فرار کردن. و همین ترتیب دیگه افعال هم بر اساس همین فرمول ما و شما میتونیم که چی کنیم؟ گردان کنیم. و زمانی که فعل گردان میشه بر اساس فرمول، یعنی فرمولی که یاد داشته باشیم، بر علاوه که فعل گردان میکنیم ما جمله سازی را هم چی میکنیم؟ یاد میکنیم. و مهمترین بخش در زبان پشتو همین بخش چی است؟ گردان فعل یا جمله سازی است. شما چرا صحبت کردن نمیتونین؟ به دلیل از اینکه شما جمله سازی را بلد نیستین. بنابراین گردان فعل خیلی مهم است و این زمان دقیق شما باید توجه کنین و یاد بگیرید. روی کار خانگی آمدیم. کار خانگی را شما افعال زیر را صرف کنین و شبیه فعل تختیدل که ما جمله ساختیم شما هم جمله بسازین. فعل اول لویدل است. لویدل به معنای افتادن، ننوتل داخل شدن و تل هم به معنای برآمدن یا بیرون شدن است. این سه تا فعل شما کار خانگیتان است که جمله بسازین. زمونږ ستاسو نننۍ لوست هم دلته پای ته ورسېده. تر بله جلسه پورې د خدای په امان الله مو مل شه. ښه وخت.